دختر هنگام عوض کردن لباسش یادش رفت پنجره را ببندد و به طور اتفاقی پسر همسایه او را دید. پسر که محو تماشای او شده بود، ناگهان دختر متوجهش شد. ادی وحشت زده سریع خم شد تا خودش را پنهان کند، اما وقتی دوباره نگاه کرد دید دختر ناپدید شده است. قبل از اینکه بتواند واکنشی نشان دهد، دختر را دید که جلوی در خانه‌اش ایستاده است. ادی از ترس خشک شده بود و نمیدانست چطور با او روبرو شود که ناگهان صدای والدینش را شنید که صدایش میزنند. با بیمیلی پایین رفت، اما وقتی به انتهای پله‌ها رسید دید دختر از قبل داخل خانه است. با احساس ناراحتی ادامه داد و انتظار داشت والدینش سرزنشش کنند، اما با تعجب دید که دختر چیزی از ماجرا نگفت. دنیل تازه از لس آنجلس آمده و تا وقتی خاله امان نیست از خانه مراقبت می کند. چرا تو او را کمی راهنمایی نمی کنی؟ دختر ادی را با خود بیرون برد، اما بعد از مسافت کوتاهی ناگهان ماشین را نگه داشت. سپس از او پرسید: چیزی که الان دیدی جالب بود؟ با شنیدن این سوال ادی سریع عذرخواهی کرد و فکر کرد دختر بیخیال می شود، اما با شوک دید که او یک درخواست غیر منطقی مطرح کرد. نه، هرگز چنین چیزی اتفاق نمی افتد.